اینجا دفتر مرکزی رادیو آزادی است و شما برنامه خبری را تماشا دارید. شعله خوجا هستم. سلام. نخست مرور میکنیم به سرخط برنامه امروز 14 نوامبر. بازگشت پیروزمندانه پهلوانان توجیک به وطن. هواداران آنها را در فرودگاه پیشواز گرفتند. قهرمانی نوی جهان درباره غالبیتش حرف زد. پدر مهربانم که چندین سالها آرزوی این مدال را داشتند، به امر خدا این آرزوی آنها جامه عمل پوشید. در انتظار حکم دادگاه مسکو با گذشت 2.5 سال از زنازنی خونین در آرامگاه خوانسکی حکم خود را نسبت تشکیل کنندگان درگیری اعلان میکند. و قرار ناگهانی بستن بازار تاجران را در شهر کولاب غافلگیر کرد. مسئولان بازار سپارش از بالا را پیش می‌آورند. سوداگران حیرانند که به کجا بروند. تو ما را چی نکردن؟ نگفتن که شما را ما میخیزونیم. ما یک گودکین 6-7 صغیره نگاه میکنیم. شب 14 نوامبر ورزشکاران توجیک بعد پیروزی در سبقت جهانی اوید به سامبو به وطن برگشتند. پهلوانان توجیک توانستند در حساب عمومی دستاوی جای نمایان را اشغال کنند. گذشته از این یکی از پهلوانان توجیک خوشقدم خسروف در وزن تا 62 کیلوگرم عنوان قهرمان جهان را صاحب شد. نرزلوی لطیف و امردین اولیموف نیز در قطار پیشوازگیرندگان در فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه بودند. این شام صحن فرودگاه دوشنبه سرودان بود. والدان و دوستان و صدها نفر دوستداران ورزش به پیشواز خوشقدم خسروف و همدستگان او آمدند. خوشقدم در مسابقه قهرمانی جهان اوید به سامبو که در پایتخت رومانیا شهر بوخارست دایر شد، مدال طلا به دست آورد. خوشقدم در سبقت سامبوی ورزشی در رقابت‌ها در وزن زیر 62 کیلو بعد 4 پیروزی بر رقیبانش از دومینیکن، بلغارستان، گرجستان و اوکراین به فینال برآمد. او در قوه‌آزمایی نهایی روسلان باگداساریان روسیایی را شکست داد و برای اولین بار با عنوان قهرمان جهان دست یافت. این مدال طلا را من اولا به هدیه به استاد عزیزم و به پدر مهربانم که چندین سالها آرزوی این مدال را داشتند، به امر خدا این آرزوی آنها جامه عمل پوشید. در مسابقه قهرمانی جهان در بوخارست ورزشکاران توجیک در عموم صاحب 4 مدال شدند و در بین زیاده از 80 کشور در حساب عمومی دستاوی مقام سوم را اشغال کردند. بجز از مدال طلای خوشقدم 3 مدال برنجی را اکمالالدین کریموف، بهروز خوجازاده و سوربان لطیپوف به دست آوردند. برای مدال برنجی با پهلوان ازبک خوازمایی کردم و سزاوار مدال جای سوم گشتم و کوشش میکنم که در آینده باز هم خیلی پرچم بردار دولت و ملت باشم. خوشقدم خسروف در چندین مسابقه ها سزاوار محمد شریف سلیمانوف استاد خوشقدم که نتوانست با بوخارست سفر کند، میگوید رقابت شاگردش را در دور نهایی با احساس تماشا میکرد. وقتی که در قوازمایی نهایی قوازمایی کردن چنان وایشتیم بطاقت شدیم 10 ثانیه ماندن آبی چشم من برآمد. در اوجا ناصر بازار مربی داو داشت، اکمالالدین سکوندی میکرد. تمام مردم توشان این نوا را تماشا میکردن. از دیگر دولت ها من زنگ زدن وقتی که غلبه کرد، از امریکا، از گرمانیا، از همونجا شاگردان ما گریه کرده به خدا زنگ زدن. ضمناً در تاریخ ورزش توجیک خوشقدم خسروف بعد سید مومین رحیموف و بهروز خوجازاده سیومین ورزشگر تاجیکستان است که مدال طلای قهرمانی جهان را اوید به سامبوی ورزشی به دست آورده است. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. دادگاه شهر مسکو در دوام روز حکم تشکیل کننده های زنازنی خونین در قبرستان خوانسکی را اعلان می‌کند. این درگیری مرگبار 2.5 سال پیش با شرکت 10 تن صورت گرفت. نمایندگان گروه جنایی از مردکاران توجیک طلب کردند که به آنها حق بسپارند. بحث دو طرف به زنازنی و تیرپرانی پیچید و چندین نفر را کشته و زخمی بر جای گذاشت. حالا در کرسی عیبداری کیها نشسته‌اند؟ طاهری سفر معلومات می‌دهد. الکساندر چابویف سردار سابق منطقوی مؤسسه ریتوال و الکساندر بوچرنیکوف رئیس سازمان ورزشی و تشکیل صد خورد بزرگ در سال 2016 متهم شوند.
در این زد و خورد 3 مهاجر تاجیک کشته شدند و 10 نفر دیگر جراحت برداشتند. بر علاوه 2 نفر 14 نفر دیگر در کرسی متهمان نشستند. 14 می سال 2016 در درآمدگاه مرکزی قبرستان خوانسکوی در مسکو زد و خورد دست جمعی با استفاده از سلاح آتش فشان صورت گرفت که در آن 200 نفر و اکثرا مهاجران از آسیای مرکزی و قفقازی ها شرکت کردند. دادستانی طلب کرد که چبویف به مهلت 13 سال و بوچرنیکوف 10 سال به زندان نظام شدید و باقی مانده 14 نفر دیگر به مهلت‌های از 4 تا 12 سال به زندان محکوم شوند. به عقیده دادستانی چبویف و بوچرنیکوف برخوردی دست جمعی را تشکیل کردند تا اینکه مهاجران تاجیک را از قبرستان خوانسکوی بیرون کنند. شاهدان گفتند که ماموریت قبرستان از مهاجران کاری تاجیک طلب می‌کرد از 50 تا 90 درصد درآمدشان را به آنها بدهند. ماه دکبر سال گذشته یک دادگاه روسیه 5 مهاجر تاجیک را برای شرکت در این زنازنی به مدت 3 سالی از آزادی محروم کرد. آنها ماه اوگوست سال روان از زندان رها شدند، زیرا دادگاه مسکو مدت بازداشت آنها را به اینوبت گرفت. شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. پزشکان تاجیک در ولایت سوغد برای زنده ماندن یک وکیل تیرخورده قرغیز مبارزه میبرند. با جان این وکیل از سوی افراد نامعلوم سوءقصد شده است و انگیزه های حمله را معین نکردند. تفصیلات در گزارش نوبتی. قوبانیچبک بیانов депутат مجروح قرغیز در حال انتقال یافتنش به بیمارخانه ناحیه باباجان غفورов نام حمله‌ور را به نزدیکانش گفته است. وقتی او را به بیمارخانه می آوردند نام یک نفر را به زبان آورده است. قوبانیچبک بیانов وکیل مجلس محلی از دهه لیلک قرغیزستان را تخمینا ساعت 11 شب 5 نوامبر در حال بیهوشی به بیمارخانه آوردند. او از تخت پشتش زخمدار بود. قوبانیچبک بیانов حالا در شعبه احیاگری قرار دارد و تا حال به خود نآمده است. طبیبان نزدیکانش را هنوز برای دیدن او اجازت ندادند. غیرتبک بیانов برادر کلانی قوبانیچبک در صحبت با رادیوی آزادی نقل کرد که برادرش را شخص نامعلوم در نزد منزل زیستش از اسلحه شکاری پرانده است. او از کار برگشته از این پایه به خانه‌اش بالا میشد که از عقب تیر زدند. تیر به طرف راست پایین‌تر تخت پشتش رسیده است. در بیمارخانه ناحیه باباجان غفورov به رادیوی آزادی گفتند وضع سلامتی قوبانیچبک بیانov وزنین است و با کمک دستگاه نفس میگیرد. پیوندان قوبانیچبک میگویند از تلاش طبیبان تاجیک راضی‌اند. تشکر به طبیبان تاجیک، همه کاری از دستشون می اومده را کرده ایستادند. حالا برای ما چیزی از همه مهم صحت شدن برادرم است. قضیه حمله به قوبانیچبک بیانov را مقامات قرغیز تدقیق دارند. برنامه را ادامه می‌دهیم. یک تصمیم حکومت محلی باعث ناراضگی تاجران بازار در شهر کولوب شده است. طبق سپارش مقامات باید در مکان فعالیت آنها توقفگاه بنیاد شود، ولی تاجران میگویند به هنگام گرفتن تصمیم نظر آنها پرسیده نشده است و آنها را در روبروی مشکلاتشان تنها میگذارند. محمود جان رحمتزاده با تاجران بازار صحبت کرد و گزارش را شادمان یتیم تهیه نمود. تاجران بازار لاله کولاب 2 روز باز با مسئولان شهر و بازار دعوا دارند. حکومت شهر کولاب قرار کرده است که از این قسم بازار دکانها را برداشته در جای آن توقفگاه ماشین سازند. میری شهر قرار برآورده خلق خبر نکرده، خلق به خبر خزونده است. خلق جمع نان میخریم، یک سال شدیم و بود شکیم 5,000 هم بانک قرض داره. صاحبکاران میگویند با راهبر بازار شرطنامه دارند و پول اجاره و بازار را سر وقت میسپارند. از آنکه ناگهان برای تخریب بازار تصمیم گرفتند، صاحبکاران در حالت ناگوار ماندند. او وقتی که ما را شرطنامه بستن تا ما را چی نکردن، نگفتن که شما را ما میخیزونیم، ما یک گودکین 6-7 صغیره نگاه میکنیم، اویلمون وزمی نه مردکمون کار نمیکنن، ولی داریم در خونمون. مسئولان بازار لاله در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفتند که تصمیم را در پی سپارش حکومت کشور درباره تجلیل 30 سالگی جشن استقلالیت گرفتند. قبلا یک قسم این بازار توقفگاه بوده است و میخواهند آن را دوباره به حالت اول برگردانند. به صاحبکاران توصیه دادند که
در دیگر بازار شهر نقطه سودا گیرند، ولی به مخالفت صاحب ملکان دیگر روبرو شدند. تو روی گرمی ها ما را مولد کن ما خودمون جا کنیم بعد خیر بریم قرضمون کم تا قرضای بانک حساب کنیم بعد بریم موزی ما را سر کدیس یک جایگاه میگه برین او جا میریم صاحبای جا میام میگم ما اینجا را $3000 خریدیم ما یک جا میاریم $3000 رو جای او را میخریم دستی او یا بزرگ دیگه ما روی کن اونجا رفتیم اونجا سرمون کردن. تاجران حیرانند مالهای خود را به کجا برند و قرضهای بانک را از کدام راه پرداخت کنند. در شهر کلوب میمونیم. اراده آهنین و اعتماد به توانایی محض همین خصلت بود که جوان 24 ساله معلول را در جنوب تاجیکستان نشکست و برای رسیدن به آرزوهایش قدم به قدم نزدیک میکند. تلاش‌های خسته‌ناپذیر قهرمان ما باعث آن شد که امروز در برابر همکاران سالمش کار و فعالیت میکند و به نفرانی که امکانات محدود دارند درس میگوید. سرگذشت داوود را که واقعا آموزنده و شایسته تحسین است از رستم جونی میشنویم. وزیر معارف پیشین اومده من گفت که امکانات محدود که داری ممکن است تر خونه مکتب پیش می‌کردم. سال 2015 تلاش‌های دانش آموزی داوودی 12 ساله خاتمه می‌یافت. اگر بیبیش پافشاری نمی‌کرد دوباره به مکتب نمی‌آوردش. مگریستان مولدان پایلی چه سریلیت ایرما خوندم. هر صبح چون دیگران داوود به کار می رود او بعد ختم دانشگاه کولاب در مرکز زرشیده بانو به معیوبان درس کامپیوتر می دهد. هدف من میگه که باید هر یک معیوب باید بخونه بدونه چی نیست. او میگوید شخصان امکانیتشان محدود حقوق به زندگی همرنگ دیگران را دارند. باید نظر مردم به آنها تغییر یابد. برای که بسیار کودکان معیوب در خانه‌شان اتاقشان ارکا کدگی در خانه‌شان شتاگی خوابند. اما فکر نمی‌کنند که وقتی که پدر مادرشون که میگذره بعد او را پدر کی نگاه میکنه. داوود نقل میکند او را در مکتب و دانشگاه برای معیوبیش طعنه میزدند اما او را نشکستند. معلمان میگفتند که بخونه دانشگاهی من با تمام نکی من کوشش کردم که بخونه با جامعه وارد کنم. او سواری عرابچه معیوبی به مکتب می رفت آن را کنار گذاشت و قدم زد. در دانشگاه نیز او را به تحصیل فاصلوی گرفتند اما باز هم نخواست از دیگران فرق داشتنش را بپذیرد. داوود 3 ساعت کار میکند. برای شاگردانش مثال روشنی است که توانسته با چسب و تلاش ها به اینجاها برسد. داوود جان میتواند ما نمیتوانیم. ما هم از همون امکانیت ها ما محدودیم که اونا دارند. بیبی داوود میگوید دایم نگران تقدیر او بود. پدر و مادرش او را سراغ نمی کنند. هر یک پای زندگی خودند. داوود بعد از سر زدن به 10 اداره های دولتی کار یافت و بیبیش آرام گرفت. امروز به مقصدش رسید دیگه توکلش به پروردگار کریم. روز تا 6 شاگرد به درس داوود می آیند. میگوید معلمی کار سخت است اما میخواهد شاگردانش معیوبیشان را مانعی برای رشد و رسیدن به آرزوها نبینند. президенти тоҷикистон дар рӯзтунаи ба фаъолият оғоз кардани чархаи аввали нерӯгоҳи роғун ба шуморе аз мутахассисон ва коргарони ин нерӯгоҳ мукофотҳои давлатӣ доди умалии раҳмон имрӯз дар қасри миллат ба беш аз 100 нафар аз ҷумла ордени шарафи дараҷаи 2 ва медали хизмати шоистаро тақдим намуд. خب بینندگان عزیز چرخه اول نیروگاه روغون 16 نوامبر به استفاده داده میشد و همکاران ما از رسم مراسم به استفاده داده شدن چرخه اول گزارش تهیه میکنند و ما برای شما پیشنهاد خواهیم کرد. 15 دقیقه برنامه خبری به پایان رسید ولی با استفاده از وبسایت رادیوی آزادی و کانال ما در یوتیوب با شما با خبر و گزارش های بیشتر از این دسترسی پیدا خواهید داشت. تماشای نوید بامدادی رو صبح بر وقت فردا فراموش نکنید. سپاس برای همراهی و تا ملاقات بعدی. خدا نگهدار.